السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان. خداوند خیرت یا خواهش میکنم بعد خط گوش کنی. خودتون میدونید در سفر هستم. این لله و این الیه راجعون. خداوند رحمت مغفرت و در اهل بیتشون صبرتی و دام گذشتگی. برادرو ببینید که گرانیس قزاقستان معلوماتی بگیم پروی هسته، معلوماتی دقیق و اینفورماسیون است که باید به شما برسونم. خواهش میکنم ویدیو را پاک کنید، لایک، کامنت را. من رکلام دایی نمیزم در این ویدیو جدی. اینفورماسیون مهم برای مهاجرای خصوصا اکم تاجیک خدمت در نظر دارم، دیگه ملتش اکنم میفهمم. ببینه بچه‌ها، من برای چمی زلینس که بعد میبینم پدنالات کی چی بگم طرفدار یهود و نصارا هستای و تمام ملت فلسطین تروریست میگن و در قتل عام کودکان فلسطین راضی هست. لعنت الله بسر شو. در گروهی همون اوکراینسا دستگیری میکنه، لایک میمونه، پهن میکنه، یکی سوم میگن سوم پیرواد میکنه. از همین حالت ها خودداری کنه. این یکم موضوع. دیگه موضوع همینه که بچه ها خنک تنک شدگی التماس یا خیلی شکل همه را نمیگم، یک قسمش نصیحت پدر مادر شکوش نمین، اما وظیفه ما رسوندن به شما. خنک تنک شده غوسک پشونه هشتونه در کار بگیره، سر تو خم بره بیایی، به هر گروه ها شامل نشوی. یک از 5 سوم بتید دفل نشناسیش در این سوم بگذارون در بگذارون نگذارونه که هموش میکنن. در هموش چی میگن پاتو در نیجر هم آدم دارن میگیرن، در همون چی میغلطه در نامه سیاهشون. بعدن گروه هایی که ممنون هستن، یعنی که 4 نسبیسکه تروریستی اعلان شدگیان، مخالفایی که در تاجیکستان هم مخالف یعنی که بدبخت اعلان شدگی هستن، بدونه که در همین روسیه هم بدبختن. اگه من همش نگم پدروبنستی از همه از لایک کامنتاری و از دستگیری ها همه احتیاط باشه. از همون گروه های بگیم خائنا در نظر دارم. این 3 موضوع. 4 موضوع که با همه بلاگرای اروپا را در نظر ندارم، نرنجن سخت نرسه. بلاگرای هستن که در اروپا هستن اما پروتفی رسیان، مخالفی رسیان و روسیه را بدگویی میکنن. در بین جوانو مقصد ویربوت سخنای پست بلند میگن. پروتفی ولادیمیر پوتین، پروتفی امامعلی رحمان، پروتفی همه شخصو میکنن. همون لعنتیو همه هم در همین سپیسکه هستن. برادرو از همه خودداری کنی، ای پادپیسات کانال شو، ای لایک کامنتاریاشون از همه طرف شو احتیاط باشه. بلاگرای باز هم تکرار میکنن در اروپا قرار دارن، از اونجا مبلغ گذاریشون میکنن که پروتفی روسیه بزنه. مثالی که جوانای تاجیک سراشو بتوه تو همینجا بین جوانای روس و جوانای تاجیک پس بلندی شوه. من نمیگم هاز مشکلی در سر مهاجران نیست، البته هست ان شاء الله موقتی. هم از بعضی برادرایی که گوش نمیکنن، قانونشکنی میکنن، حجتاشون اساس نمیکنن، از دست همیو شدگی. به همون خاطر خواهش میکنم، التماس میکنم از همین حالتو چی میگن احتیاط باشه. جوانو خواهش میکنم احتیاط باشه، فریفتوده او بلاگرو نشه. برای ما دایجه همه باز میگم رزق الله میتیه، با جمله نشون من چکنه که تو خیلی رزق از جانب الله هسته، اما سببگارش حاضرش بگیم 90% در همین روسیه که آزادی که در مهاجرا و در همین جوانای یاش دادگی. من تمام دولت‌ها را گشتم، بسیار شما میدونه در یگان دولت ما را نداره. چی سوهای بیزنس باشه، چی سوهای چی میگن استرویکا باشه و کافی کشوی چیزش باشه، اونجا مشکلی هم. به هم خاطر شگر کردن در کار. وقتی من شگرانه میگم الحمدلله ما مسلمانیم، شگرانه آبادی و تنجی کنه شما چی قدر بد مینویسه. خدا هدایتتون کنه. در همین دنیا خیال میکنم حاضر خطانم در 99% میتونم گفته که دولت آرام است. این یکیش کجا است؟ ازبکستان الحمدلله، یکیش تاجیکستان. اصلی دولت ها چی راستی باشه کجای باشه همین جنجال و فتنه و غیج جزیری و خطان میدونیم. شکرانه همین آزادی کنی، همین آبادی کنی، فکری پدر مادر وطن عزیز و فرزندتون نکنی. خواهش میکنم هشتون در سر تو بگیری، به هر گروه ها شامل نشه. من دینا یک جوان در چی بدم شهر سنت پترزبورگ میگه که به هر جا چقه میشه. نه من چقه نمیشم. من میخوام که همینجا 300,000 پادپیچی دارم، پگم مردم زندم یک اینفورماسیون به همین جوانا برسونم تا فایده جان شو شوند. نباشه چی مجبورم اینجا زن و فرزند نخورد منی. این کاری که در اسکلادی چی شده بود اوشنوی، این حل خود داره، حل هست. تحمد نکنه، اقباحتان نکنه. میبخشه کی میروه راحت میکنه، کی شتا میخوره. میگن امو گندش که
گندش میخوره کالتیکا بدنه ما هم خشتیم خطیب و بویلنگری خدا هدایت میکنه ما اهل زینو نبودیم زینو نمیکنیم اهل دز نبودیم دز نمیکنیم اهل خیانت نیستیم خیانت نمیکنیم چه تهمت‌های در سر ما اومدگی ما میگیم که حسبنا الله و نعم الوکیل خداوند ما رو بسنده کسی فهمید الحمدلله فهمید پناه همه بخت خدا نگهدار پشتون از سر تو بگیره با نگی که نما رکلام پیکلام نه با هیچ که گرانیت سمیری هشتون از سر تو بگیره گرانیت سمیری ای فحش و فاحشگی احتیاط باشه چیزای فحش و فاحشگی نمونه تماشا نکنه برادرو خواهش میکنم میره اوجا یک پروگرام دوران میزنن چیزی کاری میبره اوجا فهمیدی که من یک در گرانیت قزاقستان میگم کو چیزی که میزنن میبره چی فاحشگی تماشا کردی چی گروه ها رو تماشا کردی بعد جوانو میروان میگن روز ما میریم دیگه نمییم نه با 5 6 بابت شما تیار میشن با میگه مجبوری بی با اون خاطرشون دست سر تو بگیره چی گویم که نگفتن بهتره اینفورماسیون خیلی میکردم کمک باشم مهمم به شما رسوندم السلام علیکم و رحمت الله پیروی او یهود پرستو دجال پرستو او بلاگرو نشید خدا نگهدار